که ما نشویم چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم خانه‌اش ویران باد خانه‌اش ویران باد من اگر ما نشوم تنهایم تو اگر ما نشوی خویشتنی از کجا که من و تو شور یک پارچگی را باز در شهر برپا نکنیم از کجا که من و تو مشت رسوایان را وا نکنیم چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم خانه‌اش ویران باد خانه‌اش ویران باد. جدا از اصل خود میرد کسی ما را جدا کنید. از این غزل ها استاد که هنوز چاپ نکردید یکی آقای ستار آدم خوب بود است. یا غزل بخون یا آهنگ بخوند است. من 10 غزل بخوام 10 آهنگ بخوام. شما خیالت راحت باشه من قول به شما میدم اگر استاد هر آهنگی که بخونه من استاد جان من اون شاگرد من از این بیدای نیستم که از این بالا برم استاد هر چی بخونه من جواب میدم آقا 15 سال قبل از این نوع من داشتم. امشب که در این باز اما یک جایی از صحبت همدیگر یعنی خواستانی جمعیت این باز غنیمت شماری تا باز کی داند که کجا جمع دانه که خدا چرا تو را داده دو دست دانم که در این معجزه اسراری هست یک دست و کار خویشتن پردازی با دست دیگر ز دیگران گیری دست از شوخی هاشم کنم بخونه از شوخی هاشم بخون حتما آقا سفر با از شوخی هاشم میخونم استاد در شهر شما پنیر تر میفروشن ظالم دخترها بوسه بزر میفروشن در خاک رود مفلسی و ناداری همسایه منم جای دیگر میفروشن یک باید دیگر برای نانوا یا نانفروش گفتیم long history behind all these poetry, untranslatable, just say. نانفروش فراوان
روی نانت را بدیدم ولیکن روی آنت را ندیدم. I said, in my country, they sell روی نان ladies فارسی just the very thing. In your country, they sell the ladies for the money. Something like this. This is Rubai, we had. It's just similar to Khayyam. Right. In structure. Yeah, definitely. من حالا یک شعری از حافظ میخونم که میگه منتها با آواز بخونم. در ما میگیم مقام. ولی من امروز هم باید پرسیدم که مثلا این 6 مقامی که شما دارین چه هیچ کس نگفت به من. ولی من در شور میخوانم. این آره 12 مقامی که ایران داره، ما 6 مقام هم داره. ما 7 مقام داریم. 6 مقامش به اضافه 6 مقامش ترکا خوردن. ما 7 مقام داریم و به اضافه 5 متعلقاتش که میشود 12 تا. که این شور یکی از مقام‌های اصلی است که دشتی، اصفهان، ماهور، بیات ترک و نه افشاری. این 5 مقام از مقام‌های اصلی شوره. یعنی اینا رو مقام نمیشه گفت، ما بهشون میگیم مایه. دستگاه اصلی شوره که این 5 مایه از شور آمده بیرون. حالا من این شعری که مال حافظه توی دستگاه شور برای شما میخونم. آواز تا گوش دل ما بادا. به هزار جهد بکردم، هزار جهد بکردم که یار من باشی، مراد بخش دل، مراد بخش دل، بیقرار من باشی، بیقرار من باشی. چراغ دیده شب زنده دار من گردی، انیس خاطر امیدوار من باشی. آی آن یا شبی به کلبه احزان عاشقان آی آی آن دمی انیسه دمی انیسه دل سوگوار من باشی. آی آن
من این مراد ببینم به خود، من این مراد ببینم به خود که نیم شبی به جای اشک روان در کنار من باشی یا در آن چمن که بتان، در آن چمن که بتان دست عاشقان گیرد، گرد ز دست براید نگار من باشی یا من ارچه حافظ شهرم، من ارچه حافظ شهرم جوی نمیارزد مگر تو از کرم خویش، مگر تو از کرم خویش یار من باشی، مگر تو از کرم خویش یار من باشی. اگر